سلام دوستای عزیزم. امروز من هوس یک کیک زنجبیلی کردم. خیلی به من میگن کدبانویی. خریدم و کردم، میوه ها رو شستم، گفتم یک کیک بپزم. از رنگ و لعاب و طعمش براتون نگم. انقدر این کیک زیبا و خوش طعم شده که براتون نگم. قبلشم بهتون بگم هر وقت مجالس بزرگی داشتید خواستید کیک بپزید، من واسهتون این کار رو انجام میدم بدون هیچ هزینه. بالاخره دوست واسه روزگار سختیه. ببینید لذت ببرید، ببینید چقدر خوش رنگ و لعاب شده دوستان. این کیک انقدر زیبا شده بود، من تا درش آوردم از قالب یه دفعه خودم قالب تهی کردم. چرا؟ جز قالب شده بود. هیچ اشکالی نداشت. زیر فرو یادم رفته بود کم کنم. البته اینا بهانه است، تخصصی هم تو این کار نداشتم. شاید اولین بارم بود که میخواستم یه کیک تو فر بپزم. سریع انداختمش سطل آشغال. با خودم فکر کردم حیفه، بذار از این یه درس بگیریم. درسمون چیه؟ درسمون اینه آقا تو کاری که مهارت و تخصص نداری حداقل ادعا نداشته باش. حالا انجامش دادی؟ اشتباهاتو بپذیر. قرار نیست هر وقت هر کاری میکنیم اشتباهاتمون رو بریزیم سطل آشغال. از اشتباهاتمون درس میگیریم. با کمال خونسردی درش آوردم. البته این شکستان به خاطر اینکه سطل آشغال افتاده ولی درست بود. و گذاشتم، گفتم یه فیلم بگیرم با شما شیر کنم، چون خیلی دوستای کدبانویی داشتم و دائما کیک ها و غذاهای خوشمزه تو گروه قرار میدادن. منم گفتم از قافله عقب نمونن دوستان. اینم کیک های زیبای من. کاش این که حالا یه کیک پختن بود. تو اصول بزرگ مثل مملکت داری نریم نخود هر آشی بشیم. آقا تا تخصص نداریم وارد هیچ کاری نشیم. حرف اول آخر رو چی میزنه؟ تخصص. و اون کار رو با چی انجام بدیم؟ با عشق و بدون اینکه چشم داشتی داشته باشیم. پس فقط و فقط به این فکر کنید که زندگی شیرینه و برای اینکه این کیک منو ناراحت نکنه طبق همیشه یه بیلاخ بزرگ به دنیا میدم. من اجازه نمیدم هیچی منو ناراحت کنه. فلسفه وجودی انسان شادی و شاد زیستنه. تقدیم میکنم این کیک رو به همه بدخواهان و همه کسایی که میخوان حال دل ما رو خراب کنن. بخورن نوش جونشون، ما اجازه نمیدیم کسی حال دل ما رو خراب کنه.